همون عمر وقتی با این نفر روبرو میشود شمشیر در دست داشت. کجا؟ من برای قتل محمد آمدم. حضرت عمر طاقت نکردند. میگه یک مشت میگه در پیشانی این مرد زد، میگه که با پشت زد، کار در دستش گرفت و دست و پاش بست و برد در مسجد پیامبر پرتاف. دویده به پیش پیامبر رفت، گفت پیامبر یکی از دشمنهای سرسختی تو را دستگیر کردم، میخواهم که اگر حکمش براری با دست خودم نابودش کنم. حضرت گفتن یک جایه میرویم. آمدن وقتی که این آدم اسیر دیدن دست و پا پیچیده، میگه پیامبر به عمر گفتن دست کشایین، گفتن پا و دست کشایین. حالا بین مراسا را بینین، معامله را بینین برادر. یک آدم انچه قوقاش دازه یک کم تر گپی بلند منگوید تا مردن ماند دشمنی ماند در حقش میکنی. حتی بعضی ها میگیم بیایم آشتی کنیم برادر، آشتی کنین. میگه دو آشتی چی دارد؟ مورد تا وقتی از نمیبخشمش. این خیلی ما دل سخت هستیم. پیامبر میگه دستاش کشا. حضرت عمر میگه دستای کی را کشاییم؟ یا دستای فلانی را کشاییم. آخه وای در این دست شمشیر داشت، او به نیت نابود کردن شما معبود. بله دستاش کشاییم، پاشم کشاییم. دستاش کشودن، پاش کشودن. گفتن چیزی دارین که با او طعام دین؟ حضرت عمر تماما تغییر یافتن. گفتن حضرت من حیرت میشوم، یک شخصی که دشمن شما، سرسخت شما دستی او را میکشایید، شما برای با طعام تیه؟ گو هر چی گفتم اجرا کنی. گفتن ما نداریم. گفتن رو از خانه من شیر بیار. گفتن رفتن شیر آوردن. با این کس میگه پیامبر با دستش دادن. گفتن نوش. گفتن نوشید. وقتی نوشید تمام کرد، پیامبر گفت برای شما جواب روین. گفت به پیش زن و فرزندتون روین. حضرت عمر گفتن پیش از آنه که وای رود بگذار ایمان بیارد بعد رود. پیامبر گفت رهاش کنید. گفتن رهاش کنید. میگه رها کردن. 100 متر رفته بود. همون شخص میگه پس گشت آمد و گفت پیامبر بگو آن کلمه را که آدم مسلمان بشود. میگه این جوان پیامبر گرامی گفتن بگو اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمدا عبده و رسوله. بگو این کلمه را. میگه این کلمه را گفتن. حضرت عمر گفتن الحال من پرسیدم تو را مجبور کردم ایمان نه آوردی، اند قدم زدی بعداً ایمان آوردی. گفت اگر در این حالت ایمان می آوردم هر آینه شما گمانی بد میکرده که من از ترس شما ایمان آوردم. ولی این بازگشتی من گفت به خاطر آداب پیامبر است، به خاطر این معامله پیامبر است، به خاطر این کاری از پیامبر دیدم. این در حقیقتم پیامبر است. گفتن دادر عزیز و گرامی، کوشش کنیم که راه پیامبر راه ما باشد. همین آدمی باشیم که خار نباشیم، درشت سخن نباشیم، آدمی بد اندیشه و بد قهر نباشیم و در آخر آدم عادی باشیم. انشاءالله خدا خواهد بعداً برای ما و شما فیض می شود. حتی رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در یک حدیث مبارک گفتند که الا اخبرکم به اهل النار، دوزخی ها را همین دنیا در خبرتان تیون کو کی است؟ ولی بین اهل دوزخ برای شما گویم کو کی است؟ کل عتل جواز مستكبر. حدیث متفق علیه است. همه سیهای سیته روایتش میکنه. پیامبر گفت اهل دوزخ سه طایفه اند. کسانی که عتل جواز مستكبر، کسی که درشت سخن است، کسی که سنگ دل است، کسی که تکبری میکند، اینا اهل دوزخ اند. گفتن خدای مهربان ما را سنگ دل مگردان، خدایا ما را درشت سخن مگردان، خدایا کبر را از وجود ما کنده و نیست و نابود بگردان، خدایا ما را بنده های عادی و ساده و بنده های خوب نزد خودت بگردان. و خدای مهربان هر چی که از عمل ها میکنیم، اگرچه و این تعد نعمت الله لا تحصوها، در برابر این نعمت که تو برای ما دادی، شب و روز که عبادت کنیم قسم به عزتت هیچی نیستن، ولی بر رحمت و تکیه داره. ما را به عمل ما نگاه نکن، بلکه به رحمت خودت نگاه کن. خدایا ما را مورد رحمتت قرار بده، ما را از بندگان اهل جنتت بگردان، ما را همراه دوستان در روز قیامت و وارد جنت بگردان.
و برادرایی که در این معرکه سهمگذاری کردند، دلالت ها کردند، ماها را خواهش کردند، چه تلفنی بودند، چه قدم زدند. خدای مهربان عزتشان دنیا و آخرت در بلند گردانو. و این بنده های خدمتگاری مالی و جانی و این بنده هایی که گوش کنندند، این بنده هایی که اینا هم مخلص و محبت دارند، خدایا فقط چیزی از همه لازم برای ما در قیامت شفاعت پیامبرت است. خدایا برای ما نصیب و روزی بگردان. اللهم اعین علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. آمین یا رب العالمین. ما همین گپا که سر کنیم وقت نمیفهمیم، ولی به هر حال هم که باشد ما رعایت میکنیم، زیرا هر چیز به خودش با اندازه داره. اندازش اگر گم شد باز ممکنه ده برای آدم دیگر مینه هم همه را قبول کنه نمیتونه. حتی ببین بزرگان میگفتن که سخن خوب زهر چه مقبول است، شیوه اختصار مطلوب است. شهد اصلا بینین، شهد اگرچه نفع بیگران دارد، چون از آن پرخوری زیان دارد. زیاد هم آدم خسته میکنه، روح خسته میشود. برای همین دائم اگر کم هم که باشد، همین کمی عمل کننده بهتر از بسیاری که عمل نداریم. خداوند نگهتان دارد. خب حاجی میرزا، السلام علیکم بابای حاجی میرزا. کدوم شما رو در این منزل و در این شهر وحدت خیر و مقدم گفته؟ خداوند رو همیشه دعاگو هستم که شما و اهل بیتتان رو زیر لوای اسلام نگهدار باشد. خب یکم نکای گنگه ها چی طرز هست؟ نکای گنگه ها را میشود به اشاره، میشود به خطی، هر دوش درست میشه، یا به اشاره. همو گنگ هم زن نمیفهمه. شما فکر نکنید که گنگ زن نمیفهمه. آدم دیوانه باشد، دیوانه زن نمیفهمه. اینم دیوانه را پرس که زن میگیری، میگه میگیرم. باور کنید دیوانه زن نمیفهمه. برای این گنگ شما فکر نکنید که عقل و فراست نداره، فقط خداوند از همین نعمت زبان گرفته استش. ولی به اشاره هم میتونین و یا گوییم که به نوشتجات هم میشود. مثال اشاره که کردی همو گذران گوید ها بله قبول کردم، قبول است همون، زیرا که دیگه امکانیت گپ زدن نداره. زنی که خود را میسوزاند که خودکشی است، آیا جنازهش درست است یا نه؟ البته خودکشی بسیار بدبختی است. این نعمت خدا را، حیات نعمت است. آدم وقتی از این دست میشود بیزاری میکند و در نعمت خدا کفران کردگی است. ولی در مذهب خودمان زن خودکش هم جنازش درست است. مذهب خودمان قبول دارد که زن خودکش به خاطر ایمان داشتنش، ایمان داره که فقط گناه کبیره در حکمش میکنند که مرتکب گناه کبیره شده است، ولی جنازش درست است، جنازش هم میکنند. خب زن و مرد مشرک یا نصرانی با سبب اسلام آوردن مرد نکاحشان باقی میماند یا نه؟ یه وقتی که اگر مشرک یا نصرانی وقتی که اسلام آوردن، اینا تجدید اثر نکاح میکنن. یعنی وقتی که یگان آدمی که از نصرانیت وقتی که رو به سوی اسلام میارد، خب در این حالت ما برای او چیکار میکنیم؟ نکاح نو میبندیم، بعد زندگیشون البته صحیح میشه. بعضی ها محمد دانا گفته، بعضی ها رو تحقیر میکند. آیا این لفظ کفر نیست؟ کفر است اگر به شرطی که داند گوید. اگر کسی میداند که همین محمد دانایی نکمیگه، یعنی این میدانید شما که تحقیر یهودی ها به پیامبر گرامی بود. اونا حتی با معامله زن و فرزنداشون وقتی که یگان گپ میگرداندن یا یگان چیز پیشنهاد میکردن، میگفتن تو رنگ همون محمد واری دانایی نکو. این محمد داناییش نمینه. برای همین ما و شما دانیم نه، این علاقه دانیستیم. اگر من بعد گویم این علاقه این لفظ کفره. یا اینکه قول دیگر هم هست، میگن که اسماعیل دوانش نکو، انمی هم کفره. اینم تحقیر است که گویا که حضرت اسماعیل دمی تیزی کار دنه و گویا که کندی کار دوانده. ولی ببینین چقدر بدبختی این گپا.
اسماعیل دوانش نکن. انمی هم کلمه کفر است. برای من از این چیزها دور باشین دادم. خب دیروز در کارخانه ما نوروزی کردن. اکثر دخترها و زنها سطرپوش هستند. با نوار گرفتن از تلویزیون اومدن. سطرپوشها رو مجبور کردن که کشن سطر را. یگان کس نکشید. رئیس ما به زوری سطر یک خواهر رو کشید. از اینجا سلام. السلام علیکم بابای حاجی. در محله ما بسیار دخترها اول سطر میکنند و بعدا میکشند. التماس درباره کشیدن سطر و خود نشانتهی در نزد مردم را مفصلتر بیان کنید. اکنون این خیلی است که این سطر دادرها و خواهرها این است که سطر حکم خدا هست. شما فراموش نکنید که خدا در قرآن چی در سوره نور چی در سوره احزاب یا ایها النبی قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیهن من جلابیبهن ذلک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین و کان الله غفورا رحیما. صدق الله العظیم. این آیت فرمایش پروردگار است که باید که زنی مسلمان باید با سطر باشد، با حجاب باشد. این سخن اگر یگان بنده های همی خاکی میشد دادرای عزیز، خب شما میتونستین که میگفتین خیلی یک پیشنهاد یک شخص است یا یک ایشان است یا یک مفتی است یا یک قاضی است یا یک فلان است، شما میتونستین رد، ولی سخن خدا هست که خواهرای ما مادرای ما باید که بالای سرشان پوشیده باشد، گردنکاشان پوشیده باشد و لباس سطر هم باید که امروز من هم میبینم دادرای عزیز بسیاری دخترای سطردار هم میبینی لباس سرخ کردگی، چشم ها سرمه زدگی، خب ابروها باریک کردگی، این در گناهگار میشن. آخی سطر معنای را نداره. یا سطرهای تنگ میپوشن، اونقدر تنگه که سطرهای تنگ است، این فرق نداره. همین سطر قاعدش به خاطر آن است که بدن نمایان نباشد. باید سطر همچون کشال باشد، کشادی باشد که بدن زن نمایان نباشد. حضرت محمد اقبال لاهوری میگو که فطرت تو جذبه ها دارد بلند، چشم هوش از اسوه زهرا مبند، تا حسین شاخ تو بار آورد، موسم پیشین به گلزار آورد. خب ببینید میگه همین زن نگاهش قوه جاذبه داره، میکشه آدم. وقتی که اگر او لباسی تنگ میپوشد اگر چی سطری هم باشد ای گناهگار است، او سطر هم نیست. برای من خواهرای عزیز و مادرای عزیز اقبال نصیحت میکند که شما پیرو فاطمه باشید، پیرو عایشه باشید تا از جانب شما حسین ها حسن ها به دنیا بیاید. البته از بی ستری و از بی حیایی او در نسل هم تاثیر داره، او در همون بطن هم تاثیر داره. برای من هیچ وقت در این مسئله داد خواهرای عزیز قبول کنید که این سخن خدا هست، سخن پیامبر گرامی هم است. دو طایفه از آتش دوزخند، یکی از اونها نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسهن کاسنمة البخت. ببینید پیامبر میگه زمانی میشود که زنهای پیدا میشوند که لباس میپوشند ولی گویا که لباس ندارن، کاسیاتون عاریاتون، پوشاک داره و ولی عریان است. یعنی لباسهای شفاف میبراید، لباسهای تنک میبراید، بدن نما میبراید که در بدنش لباس دارد ولی بدنش میتابد. این حاضر همه هر نمودای پانبلخایی که برآمده است شما بینین تورن، کم کم گل دارن، زیرش در یک زیرپوش داره، اگر همون زیرپوشش نباشد کلی بدنش به نام خدا نمایان است. و ما فرق مان مردم مسلمان از غیر مسلمان همین فرق مان. پیامبر گرامی گفتند این گونه طایفه هایی که این خیلی لباس ها میپوشند تاثیرشون در دیگرها با میرسد. بله حق است. اینها گفت پیامبر هیچ وقت بوی جنت به مشامشان نمیرسد و این مسیر کذا و کذا، اگر چنده که بوی جنت از چند صد ساله راه گفت پیامبر به مشام آدم میرسد، به مشام این گونه زنها نمیرسد. خلاص دست خودتان ده آخه این گپا را اینا 10 سال شد گفته استید، 10 سال این چیزی نو نیست که آخه نه یک تنها ما هزارها داملا گفته استند
این دست خودتون در رعایت کنین. دختری تو زنی تو اهمیت بده، نگاه کنین و شما هم مسئولیت دارین. شما میدونید که هر بار درباره سطر وقت گپ میرود چقدر فشارها زیاد میشود، ولی به خاطر خدا هر یک گپ زده میشود، ولی عملش باید از شما باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. خداوند شما اهل بیت شما رو نگه دارد. خوب درباره زکات، اگر پول ما به زکات رسد در مسجد ادا کنه میشود، لیکن این پول به زکات رسیده شاید از بانک یا از یگان کس پراتسین گرفته در تجارت ما باشد. از نظر اسلام حکمش چیست؟ زکات قبول می شود یا نه از نظر اسلام؟ این خیلی از برادرای عزیز که اولا مسئله در مسجد دادن زکات درست است. امروز اگرچند که گوییم که در مستحقای زکات مسجد نمی درآید، این مستحقای زکات در کتابا معین شده است. آدم مسکین و آدم فقیر و آدم قرضدار و خب آدم بینوا و هر گونه شخصایی را که مثال 7 طایفه را که در مسئله میارن گپ میزنن مسجد داخل نیست. ولی امروز فقه معاصر گویم اجتهاد به همین آمد که مسجدهایی که از طرف دولت مبلغ گذاری کرده نمیشوند، یعنی تعمیرش آبادیش اگر از طرف دولت کرده نشود، مثل دولت‌های عرب، دولت‌های اسلامی، همه وقت مسجداشون از همون بودجه دولت ساخته میشود.